شما متوجه نشدین چی شد. گفتم من میخوام ببینم کجا پاره میشه، حاج آقا گفت اینجا. خب خیلی باز شده حاج آقا، خیلی باز شده. یه ذره جمع‌تر. عالی تمام. دست بزن. رپرها میرن رو زانو، تشریف ببرید رو زانو. حاج آقا داری شلیک میکنی احساسا. عالی. نرم ماشاءالله. این چیه؟ حاج آقا چرا خودتون میمانی؟ تو 2 مرحله از من جلوتری یا؟ با من دست این شکلی. رخ عقاب بالا رو نگاه کن. حله؟ حالا 50% به هم نریز، همون 50% بدن رپ رو شما یاد گرفتی، میمونه 50% بیان رپ. آماده ای بریم؟ بفهم قدش به هم نزن دیگه حاج آقا. فقط قول بده خونه دیگه اینجوری نری. حله؟ قشنگ نگاه کن، من اجرا میکنم، میکروفون رو آوردم، هر چی دیدی اجرا میکنی. حله؟ بزن قدش حاج آقا. سکوت. صبر کن حاج آقا، تموم بشه میکروفون اومد. برو. مشکلی پیش اومد. قشنگ دقت کن حاج آقا، با حس بیشتر. آهو از ته دلت بگو. بریم. وایسا. میکروفون اومد بعد. برو. حاج آقا تو داری تصور میکنی. بعد من فقط گفتم پایین بالا. این چی بود حاج آقا؟ چی؟ همین ممنونم. حاج آقا وایس. با همین مدل رپ که الان یاد گرفتی اسم و فامیل تو بگو. بریم. پس این اسم و فامیل تو بگو. 3 2 1. یادالله جلالی. نوکرتم. همین حاج آقا. واقعا آدم باحال پایه‌ای هستی. میخندی آره؟